یکی از پرابلم‌های جدی همین است. دیگر همشون ما کرده سودی. اینا گفتن که در 27 سال دولت چی دادی؟ اینا گفتن چی دادی؟ یکو چی طلب کردیم؟ برعکس چی دادی دولت؟ 4 نفر خدمتچی واسه قوه مسلح اجرا کردن نمیتونه. دیگه چی دادی؟ من گفتم در 27 سال دولت به چی دادی؟ من گوشت گفتم، شیر گفتم، میوه گفتم، یکان چیزی دیگه طلب کردیم. برعکس امر من امین راهبر وزیر کارهای داخلی، رئیس کمیته امنیت ملی، رئیس ولایت، رئیس شهر خارج، مثلا یک چیز در شهر خارج است. یک ماه مهلت اختیاراً نه از تمام واسطه‌ها استفاده می‌کنید. ستاد بین اداروی قاطعانه طلب می نماید که در مهلت معین گردیده تمام سلاح و اسلحه سپریده شود. در صورت از طرف سرکردگان و اعضایان گروه های متشکل جنایتی شخصان علاهیده تا به آخر نسپاریدن سلاح و لوازمات جنگی نسبت آنها طبق قانون های عمل کننده چاره های بی تأخیر عملی کرده می شود. منم برای شما یک جوان تشکر میگویم که در همه ماه شریف رمضان اما کودکان بیگناه ما رو به خاک سپردند.